میگه به صورت تو بتی کمتر آفریده خدا، تو را کشیده و دست از قلم کشیده خدا. چو کرده نقش تو بر صفحه وجود رقم، 100 آفرین زبان قلم شنیده خدا. تو با قلم میکشیده، قلمه گفته باریکلا چقدر عالی. متاب روی ز هم صحبتان، توصیه میکنه که از هم صحبتی با دیگران خودداری نکن، با دیگران باش. متاب روی ز هم صحبتان، که تنهایی لطیفه است که از بحر خود گزیده خدا. تنهایی ویژه خداست، انسان که نباید تنها باشه. خوشان که از فکر بیش و کم گذشته است، چو خورشید از سر عالم گذشته است. این از سر عالم گذشتن یعنی بی توجهی کردن، ولی خورشید واقعا از سر عالم میگذره. این تصویرگری ها خیلی ظریفه. خوشان که از فکر بیش و کم گذشته است، چو خورشید از سر عالم گذشته است. گل از خورشید کام خویشتن یافت، گل با تابش خورشید شکفته میشه، پر رونق میشه. چه میداند چه بر شبنم گذشته است. میدونی که شبنم، خورشید با شبنم چی کار میکنه؟ بخارش میکنه، نابودش میکنه. بپرس از دیگران ذوق طرب را، که عمر ما همه در غم گذشته است.